من هیراد گلیان هستم. ما اومدیم یه بار ما امروز ژله درست کنیم، ژله بستنی. مواد لازم درسته؟ مواد لازم پودر ژله، آب جوش، ظرف که ما چربش کردیم و بستنی وانیلی. اول پودر ژله رو میریزیم. چقدر بریزم؟ همشو بریز. آب جوش رو بهش اضافه میکنیم. آب بس بزن سری. ریختم. همش بزن. تند آخه تند نیست سوزن. اینم از ژله سیاه قشنگ بهش میخوایم بستنی رو اضافه کنیم. چپ بکن. چی؟ بذار بقاشو برزیم. اینو من بستنی اضافه کردیم. بریم همش بزنیم بیه. چی بریزیم؟ میترسم بریز. نه الان ژله رو ریختیم تو ظرف. الان میذاریم توی یخچال که سفت بشه. وقتی درست شد میام که با هم انتخاب کنیم. ژله ما درست شد، رفتیم که تستش کنیم. حتما درستش کنید.